بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند که برش باشه. بسم الله اکبر. تمام کنید. چرا چیش دوستان عزیز، اینه که میبینه در حالتی بگیم دست حلال کنی یا که ختنه کردنی کودک ها هستن. این دکتر که میبینه دکتر شمس‌الدین یکی از بهترین دکترها خیرورگ و برادر مهربان ما هست که در مترو کاتلنیکی جای حجره خچونه داره، همراه پروفسور زیارتچا کار میکنه. میتونه رقمای رو اکران زنگ بزنی انشالله و خانه را دعوت کنی چی قدر باشه انشالله با نرخ ارزان ختنه کرده با صفت علا با طرز لزری انشالله کارهای شما را بد میکنه. دعاگو باشه پروردگار فرزندای هر یک قدم ما و شما را سالم نگه بداره تا روز قیامت. ایمانه با قوت جنت الفردوس همه ما را نصیب کنه. السلام علیکم و رحمت الله. زنگ بزنید. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز با دقت گوش کنید. دوستان مهربان، خداوند رحمت کنه اهل بیتون برای دستگیریتون چقدر حرکت میکنید. برادران عزیز، گفتیم همون گپا ما حرکت میکنیم به خاطر خدا، به خاطر خلق ملت، ما به خاطر مردم نیازمند ویدیو کنیم. ما یک ویدیو کرده بودیم برای دو خواهرک معیوب از ناحیه رشت، برادرای چی میگن پولدار یا که بیزنسمن یا چی میگن با قوت پیدا شدن که گفتن ما همین ویدیو تا دلیل که همین خواهرک ها را خانه میخریم. متاسفانه هر کس پرابلم نقشه دارد. صاحب کاری هستن که یک نقشه میکشه، نقشه شد دیگه میگه من که کارشو ندارم، اما همو خواهرک ها نخریدن شو خانه. و هم خاطر من در نوار دیگه میپرتم شو اگر صاحب کارا باشن کمک کنن او خواهرک ها خیلی در کوچه و در زمستون خنک موندگی هم خداوند صبر شده. نواری که میبینه یا دیده دوستان مهربان، این برادر ما در همین شهر مسکو یعنی ختنه میکنه مایداگم دست حلال کنی کودکا، یعنی که خدمت که اگر شرایط داری جا داره با جاشون برای خدمت که اگر در مترو کاتلنیک بالنیسا دارن، اگر خدمت شرایط نداره میتونه با خانوادتون بیا با نرخ ارزون. نه که التماس خدمت زنگ زدی از نومی به وجه نشدهش. ویدیو ما همین قبول. خداوند نگهدار. آخری ماه خدمت حج عمره برای برادرها زنگ بزنید برای رقمای ویدیوهای پیشکیم. این رقمایی که در جمع ببینید همش برای داری چیه دست حلال کنی خدمت سور. السلام علیکم و رحمت الله.